حضور در تهران بسیار بسیار ترسناکه. وای 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 وای. نه به خاطر اخباری که میشنوید، به خاطر اینکه واقعا داری وسط دود و صدای انفجار و صدای پدافند و صدای ریز پرنده ها. اینجا تحول توفان بابایی 10-12 کیلومتره. ترک تهران هم خیلی چیز پیچیده‌ایه. تازه اگر تصور کنیم که خوششانسی و جای داری که بری، بگذاریم که خیلیا مثلا شهرهای مادری و پدریشون هم جاهای قابل رجوعی نیستن. بنزین نداشتن، تموم کرده بودن. خیلی هم جلوتر ترافیک باز شده بود. یک جور عدم باوری هم توی همه هست. واقعا در مثلا یه روز اول، روز سوم، چهارم، نمیدونم، آدم ها مثلا فردای اون بمباران های شب اول به زندگی عادیشون برگشته بودن. مثلا خب هیچ قحطی هنوز در شهر تهران که من زندگی میکنم نیومده. تصور این که حالا مثلا میریزن ملت و همه چی رو میخن، چون واقعیتش اینه که حالا بهترین از این که اصلا اونقدر نقد قیمتی آدم ها دارن که با این قیمت ها تعداد زیادی چیز بتونن بخرن بذارن تو انبارشون. نگاه. واو